إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و یک موضوعی که مهم که امروز ما صحبت میکنیم در نزد مردم بسیار شبهه ها شده است که مثلا بعضی نفرها که مسئله را پیشکش میکنید میگد آیا در این موضوع قرآن و سنت یکم چی گفته است یا نه، یکی مثلا میگه که در کتاب فقه همین گپ گفته است، یکی در اصول فقه همین گپ گفته است، میگه که آیا همین در قرآن و سنت هست است یا نه. امروز این سخن بگیم یعنی که مردم به درجه به تشویش انداخته است که مردم دیگه مردم بی نماز است، با نماز است، دیگه در مسائل اختلافی داخل می شود و دیگر او در بگیم پروای اسلام ندارد، اما به سبب که این فتنه را علیه پرتافت یهود در میان مسلمان ها امروز که هست مردم دائم عیب کوی میکنن. یک چیز گفته نماند که فقه از کجا گرفته شدگی هست و چگونه گرفته شدگی است، خاصتا در مذهب حنفیت از چی ها پیدا شد فقه حنفیت و چی خیلی پیدا شد. و دیگر که هست فقه چی معنی دارد؟ فقه یکی از کلمه های هست که فهم میگوین و پیامبر میسازن گفت که ما یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، به هر کسی که الله خیر بخواهد، خوبی بخواهد، آبادی دنیا آخرت بخواهد، او را فقیه در دین میسازد. و امروز که از مردم میگه فقیه هست که اون محدث نیست، مثلا همین خیلی گپ‌های بیهوده و گپ‌های بگم غیر علمی صحبت میکنن. فقه حنفیت از چی ساخته شده است؟ اگر هر نفری که عادل باشد، هر نفری که بخواد حق را برساند، باید پنهان نکند در نزد گروه خودش، در نزد فکری یک رویه را انتخاب کرده است، باید این چیزا رو پنهان نکند، بگوید باید. اما امروز این خیلی نیست. افسوس که اونها یک گروه تشکیل شدن، یک مثلا چند نفری هستند که یک مذهبی بزرگ مقابلت میکنن. مثلا اگری تصور کن در تمام اصول های فقه نظر کنی، از جمله اصول شاشی باشد، مبادل اصول باشد، نور الانوار باشد، منطق الحسانی باشد، تلویح توضیح باشد، توضیح تلویح باشد، هر چیزی که نباشد تصور کن اگر نظر کنید در اونجا میگه که اصول ما و فقه ما ساخته شده است. یکم کتاب الله هست، در موضوع کتاب الله بحث میکنه، ده بحث طولانی میکند. بس سنت رسول الله هست و در بس در هر یک موضوع ها بحث میکنه. بعد اجماع امت هست سیم درجهش. از همه اینها بعدن بعد قیاس است. یعنی که در هر چیز که در کتاب الله سنت کتاب الله در صراحتا اومده است دیگه خلاص اون قبول میکنه مذهب ما. و دیم هر چیزی که در سنت رسول الله باشد بعد در کتاب الله اگر گفته نشود در سنت رسول الله گفته میشد همون چیز، اونو تمسک میکنند. اگر یک مسئله هست که شاید که اون اجماعش دیگه اصلا صحابه بعد او بر میگردیم و در آخر که در اینها گفته نشد شاید مسئله معاصر هستن بعد قیاس به اینها میکنیم. اما امروز مردم خیستن گروه ها و جماعت های پیدا شدن خودشون اهل سنت و جماعت گفتن. هر عالمی حنفی گپ میزند شما حنفی حقیقی نیستید، شما حنفی نیستید، این خیل هستید. این گپ ها یک شبهه انداختن در نزد مردم هست. چگونه که ما حنفی نیستیم که تمام کتاب اصول حنفی را خواندیم، چه خیلی که ما حنفی نیستیم فقه های حنفی را خواندیم. اگه تو که بگم یگام کتاب حنفی را خبری نداری، از کتاب حنفی معلومات نداری، امروز تو حنفی حقیقی شدی و اگه حنفیایی که 20 سال 30 سال کتاب حنفی را خوندن اونها حنفی نشدن، این یک دروغ محض است. باید برادرها شما باید آگاه باشید، باید که اینها یک تشویش کننده هستند. امروز امتی محمد صلی الله علیه و آله در کدام حال هست؟ این گروه ها بر اومدن علما را حکم میکنن، این گروه ها اومدن در حق علما تهمت زدن که شما حنفی نیستید و خیلی نیستید. تو حنفی هستی اگه نه؟ شکننده های طهارت در نزد مذهب احناف چیز نمیفهمی، مثلا اینکه واجبات نماز چیز نمیفهمی، اصلا اصول احناف اصلا مطالعه به صد نام های کتابش تو نمیدونی اصلا. تو چقدر حنفی شدی که امروز که مثلا علمایی که مثلا در مذهب احناف کلان شدن و کتاب حنفی را همش خوان اونها حنفی نیستن. به همون خاطر برادر عزیز گفتنی هستم که ساخته مذهب احناف از 4 چیز عبارت است: کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع الامه، قیاس. قیاس آخران هست. چه خیلی که در مذهبی الحمدلله که این گروهایی که نو پیدا شدن از مذهب شافعی خبر ندارن، اگر نه هر آینه شافعی هم حکم به کفر میکنن، اما خبر ندارن. الحمدلله یکی از علمای ما بگیم یکی از علما اهل سلف الحمدلله روح اونها شاد باشد، آرام هستن الحمدلله. اما مذهب احناف در تهمت ها گرفتار هستند و دائم تهمت میکنن که قیاس هست، همش دروغ است. این کتاب الله هست، سنت رسول الله، بعد سیم اجماع است، بعد قیاس آخران است. اگر در این 3 چیزی افتاده نشید والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.